بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و عترته بعدد كل معلوم لك. اسباب النزول بحث عمده و اساسی دیگه در علوم القرآن هست و بسیار بحث ضروری و دلچسب هست، به خاطر که بهترین تفسیر امور میگن که اسباب النزول میگه زیاد داشته باشه، شرح نزول سبب نزول زیاد داشته باشه. اما این سبب نزول یا اسباب نزول از خود شروط و قواعد داره. پس در اسباب نزول زیاد روایت های ضعیف هست، موضوعی هست که قابل اعتماد نیست. پس ما نمیتونیم هر سبب را سبب بگوییم، هر سبب را پشت آیت قبول بکنیم و میگه فلان کس بسیار خوب تفسیر میکنه به خاطر که دمی هر آیت سبب نزول میگه، اما خبر نه که چقدرش راست است، چقدرش دروغ، چقدرش صحیح است و چقدرش غیر صحیح. پس اسباب نزول را از اول کوشش میکنیم شناسایی کنیم تا که بفهمیم که کدام سبب قابل قبول هست و کدام سبب قابل قبول نیست. الله عزوجل قرآن کریم را بسا آیات و بسا سوره ها را بدون کدام سبب نازل کرده. مثلا سبب نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق چی هست؟ هیچ چیز سبب نداشته، الله خواست نازل کرده. سبب نزول بس آیات قرآن دیگه، آیات دیگه قرآن کریم، سبب نزول بس سوره های قرآن کریم، بدون سبب الله خواست کلام خود روان کرده. خو اما اگر سبب باشه باز دو علت داره. سبب باز دو علت داره، یا ای که حادثی رخ میداد به خاطر حکم از او حادثه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالایش وحی نازل میشد، و یا هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال صورت میگرفت. در پاسخ سوال آیه کریمه و یا هم آیات و یا هم نصف آیه و یا هم نصف سوره و یا هم سوره مکمل نازل میشه. پس گفته میتونیم که برخی بیشتر قرآن کریم بدون سبب الله خواسته نازل شده. یک تعداد آیات و سوره های قرآن کریم که سبب داره نظر به دو علت، یا حادثه رخ داده و یا هم از پیغمبر علیه السلام سوالش صورت گرفته. اولین کسی که در مورد سبب نزول قدم نهاد و خواست که در این مورد کتاب را نوشته بکنه، آیات قرآن کریم را سببش را یا اسبابش را بررسی بکنه، شیخ امام بخاری علی ابن المدینی هست رحمه الله. علی ابن المدینی شیخ و استاذ امام بخاری هست. بعد از او امام واحدی نیشاپوری، امام واحدی نیشاپوری از علمای قرن 5 هجری هست که در مورد اسباب نزول کتاب نوشت و کتابش پیدا میشه، چاپ است. بعد از او از علمای قرن 8، البته در این موارد دیگه در این قرنها در بین دیگرها هم نوشتن، خود کسایی که مشخص امام هستند، با نام امام جعبری بعین است، جعبری، بعضی جعبری میگه یا جعبری، از علمای قرن 8 هست
کی در حقیقت امو اسباب نزول واحدی را خلاصه کرد. و امام سیوطی رحمه الله در مورد جعبری میگه که جعبری دیگه کاری نکرده، فقط اسنادی که دو بود در اسباب نزول واحدی اسباب را حذف کرده، ببخشید اسناد را حذف کرده، اسناد عن فلان عن فلان عن فلان که بود او را حذف کرده، دیگه کاری نکرده. و متواقی امو چیزی هست که واحدی در کتابش نوشته بود. امی قسم سیوطی رحمه الله نقل میکنه، میگه که ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله هم در اسباب النزول کتاب نوشته ولی تکمیل نشده، قبل از اکمال وفات کرده. قبل از اکمال وفات کرده. علما میگه مثل که خود سیوطی هم میگه جامع ترین کتاب راستی هم هست، جامع ترین و بهترین کتاب در این وقت لباب النقول فی اسباب النزول از خود جلال الدین سیوطی هست. لباب النقول، لباب النقول فی معرفت اسباب النزول. ای به خاطر که فارسی هم ترجمه شده، خب فارسی ایرانیش پشت سرخ داره، کاغذ بسیار خوبه، پیدا میشه. ممکن که افغانستان هم چکده باشه و ترجمهش هم یکی از علمای اهل سنت ایران کرده، بسیار فارسی خوب روان ترجمه کرده. اگر در اسباب نزول میخواین که داشته باشین یک کتاب بسیار مفصل هم نیست، خردترک است، تقریبا 100 چند صفحه شاید بیایه. لباب النقول فی معرفت اسباب النزول یا به نام از کتاب اسباب النزول سیوطی معروف هست. معروف هست، بهترین کتاب هست. غالب اسباب النزول روایات صحیح نداره، اکثرش روایات صحیح نیست، یا ضعیف است و یا هم موضوع، ساختگی جور شده. برخی تفسیرها هم از این پر است، مملو هست، مثل که در معرفی تفسیرها انشاءالله روز بعدی خواهد خواندیم، تفسیر روح البیان رحمه الله علی خیرش بتا خدمت کرده، ولی در مورد فضائل و اسباب النزول هر چی که تر خشک یافته جمع کرده آورده. امی قسم برخی دیگرها هم که علمای بسیار زبده هستند از این اشتباه خالی نماندن و اشتباهش پسان نظر به مو حقانیتی که دین اسلام داره، الله عزوجل علمای دیگه را پیدا کرد و تحقیق کرد، میگه که اینی خطاهای از این کتاب هست، او هم مدلل با دلیل با استدلال بر ما بیان کرده. مثلا در مورد آیه کریمه سوره بقره آیه 114 و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. آیه کریمه هست ولی سبب نزولی که در مورد از این آیه میگن صحیح نیست. گفته شده که مقصد از این آیت نصارا هستند که با کمک به خاطر خرابی بیت المقدس بخت و نصر را کمک کردند و نصارا که بخت و نصر را کمک کرده بودند، الله عزوجل در مورد از اونا این آیت نازل کرده، از او قصه کرده، ولی سراپا غلط است. سراپا غلط است. چرا غلط است؟ از این خاطر غلط است. اگر مقصد آیه کریمه ایت باشه ممکن نیست که واقعا سبب نزول قرار بگیره. چرا؟
به خاطر که فاصله زمانی در بین واقعه خرابی بیت المقدس از طرف بخت نصر و نزول قرآن بسیار زیاد است. از زمان عیسی علیه السلام هم تا پیغمبر علیه السلام که از زمان نصارا شود و همین قسم از زمان بخت نصر تا نصارا هم فاصله زیاد هست. دو، در صورتی که اگر احیانا این گفته را سبب نزول فرض کنیم، بازم آن چیزی که ادعا شده از نظر تاریخی درست نیست. همکاری نصارا با بخت نصر درست نمیشه. چرا درست نمیشه؟ به خاطر درست نمیشه که بخت نصر حدود 6.5 قرن 650 سال قبل از میلاد عیسی علیه السلام بوده که در او وقت هیچ نصارا موجود نبود. از کجا کمک کرده بخت نصر را؟ قضیه بخت نصر 6.5 قرن 650 سال قبل از میلاد و پیدایش عیسی علیه السلام هست که هیچ در او وقت به نام نصارا چیزی نبود. چطور نصارا در اوجا پیدا شد که باز بخت نصر را کمک بکنه؟ پس این قصه غلط است. لذا هر وقت که یک کسی سبب نزول را میبینه دقت بکنه، بپاله. ما خیر ناقل هستیم، ما خود طالب هستیم، میپالیم، میبینیم که آیا این واقعیت داره نه، ولی ما در مورد تحقیق قضیه چی گفته. ما در رابطه به می تحقیق که باید بکنیم یک قصه خورتره که براتون میکنم از چشمدید خود را. یک شیخ داشتم که الله مغفرتش بکنه، در فقه بسیار عالم بود، در حدود تقریبا 90-95 سالگی وفات کرد. ما از او تقریبا 4 هدایه را مکمل خواندیم. از هدایه اول مکمل، دوم تقریبا، سوم و چهارم حصهش خواندیم و کافیه را خواندیم، کنز نکاح را مکمل خواندیم، کنز اجاره، بیع و اجاره و شفع را مکمل خواندیم، تقریبا کنز نکاح را مکمل خواندیم، کافیه را ازش خواندیم، سراجی را ازش خواندیم، شرح عقاید را ازش خواندیم. الله جنت الفردوس نصیبش بکنه. و یک روز آمد، یک کتاب امراش آمد، در 15 شعبان بود، شب برات که میگن، یعنی بسیار عالم کلان بود. مفتی کل وقت شمی فتاوای شامی را میگفتی، خیلی صفحه خبر داره. در فتوا همه قدر تیز و هوشیار و زیرک بود، مکمل ریش سفید، ابروی سفید، کلش. از شاگردای بسیار هم پس افتادش ما بودیم آخرش. که آمد یک حدیث از احیای علوم الدین به مردم خوان. وقت ما دیگه صنف 3 یا صنف 3 پانتون بودم. گفت که در شب معراج کسی که در شب برات کسی که در رکعت نماز میخونه، در هر رکعتش 100 بار قل هو الله را میخونه، یا 100 رکعت نماز میخونه، در هر رکعتش 10 بار قل هو الله میخونه، برش چیزی داده میشه، کمترین شمیز که تمام گناهاش بخشیده میشه. ای که خلاص شد که برآمدیم از مسجد همسایه بودیم. ما گفتم مولوی صاحب می حدیثه که خواندی پا ورقیش سعی کرده بودی که چی هست؟ گفت نه والا. گفتم تو پا ورقیش سعی که حافظ عراقی در مورد تحقیق از این حدیث چی میگه؟ خفتن بود. صبحی که آمد برآمدیم، الله مغفرتش بکنه، با نوک زبان گپ میزد، از لغمان بود. گفت که قاری صاحب دمی پا ورقیش نوشته کرده که هذا حدیث باطل، این حدیث باطل است، هذا حدیث باطل. پس وقتی که ما نقل میکنیم یک سبب نزول یا یک حدیث را از جای، به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دقت بکنیم، نشه که دروغ باشه سر پیغمبر علیه السلام. یکی اشتباه کرد که به ما نقل کرد، ما خو اشتباه نکنیم که از او نقل کنیم. آل خروش تحقیق ماشاءالله بسیار آسان، مکتبه شامله پیش هر کس هست. کتابای تخریج حدیث در خورترک موبایل هم ببینه که 300-400 کتاب تخریج حدیث پیدا میشه. پس به ما بسیار آسان هست، یعنی بسیار آسانه و بسیار ساده و بسیار آسان شده. کوشش بکنیم که اگر سبب از اسباب نزول میبینیم، پس دو دقت بکنیم که آیا سبب نزول هست و یا هم
نه که بگویم که بهترین ملا هموز که سبب نزول چه میگه؟ زیاد میگه، اگر خشک بود اگر تر بود. پس وقتی که اهمیت سبب نزول فهمیدیم، ببینیم که سبب نزول چی تعریف داره. اسباب نزول، اسباب جمع سبب هست. اسباب جمع سبب هست و سبب عبارت از وسیله است که انسان را به هدف میرسانه. یعنی مثل که ما دیروز علوم قرآن دو تعریف کرده بودیم، یکی تعریف مرکب اضافی و یکی هم تعریف رقمی. هر تعریفی که دو حصه داشت، دو شاخه داشت، او هم دو تعریف می داشته باشه. پس اینجا باید سبب هم بفهمیم و نزول هم بفهمیم. پس آن هر دوی از این من حیث یک شاخه یا معرفت یا علم لقب مستقل باز تعریفش بکنیم. پس میگیم که اسباب جمع سبب هست. سبب عبارت از وسیله هست که ما را به هدف میرسانه. در موتر میشدیم تا به شهر میریم، وسیله شد دیگه. هدف ما شهر است که برسانه ما را، مدرسه ما را برسانه. نزول آن چیزی که از بالا طرف پایین میآید، این را نزول میگه. چون قرآن از بالا و کجا نازل شده؟ به پایین نازل شده. این تعریف اضافی یا تعریف مرکب اضافیش یا تعریف اضافیش هر چه که میگیم. اما تعریف شرعیش یا تعریف اصطلاحیش، سبب نزول عبارت از هر رویداد، عبارت از هر رویداد یا پرسش در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که با اقتضای آن آیه یا آیات از قرآن همزمان و یا هم در پی آن نازل شده باشد. باز میخوانم یک بار. تعریف لقبیش یا تعریف اصطلاحیش، سبب بهترین تعریف مختصر همی است. هم یک تعریف میگیریم. سبب نزول عبارت است از هر رویداد یا پرسش در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که با اقتضای آن یعنی مطابق آن آیه یا آیات از قرآن کریم همزمان یعنی دمو وقت و یا هم در پی آن بعد از او نازل شده باشد. پس به این اساس، به اساس همین تعریف، سبب نزول دو بخش عمده را در بر داره. این تعریف سبب نزول را به دو بخش تقسیم میکنه. یکی وقوع حادثه و یکی هم طرح سوال. حادثه رخ داده باشه که آیات قرآن کریم نازل شده باشه، و یا هم از دوم طرح سوال، از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال صورت گرفته باشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم موافق به اون سوال بالایش آیت نازل شده باشه یا آیات نازل شده باشه. مثلا وقوع حادثه، هنگامی که آیه کریمه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، و انذر عشیرتک الاقربین، سوره شعراء آیه 214. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که آیت نازل شد، خویشاوندای خود و اهل مکه را، اهل قبیله خود را، کافر و مسلمان، همه را پیش کوی صفا و مروه که میگیم خواست، جمعشان کرد. بعد از او برشان گفت که ای قریش، ای مردم، اگر من شما را خبر بتم که پشت سر امی غندی صفا
یک لشکر آمده و شما را زیر پا میکنه، آمادگی جنگ بگیرین به خاطر دفاع از خودتان و دفاع از مکه، آیا مرا تصدیق میکنین و یا هم تکذیب؟ اونا گفت که حتی کافران ابو لهب، ابو جهل گفتن که ما در تو ندیدیم الا صدقا مگر راستی، نه ما تصدیقت میکنیم. پیامبر علیه السلام گفت مرا تصدیق میکنین؟ گفت بله تصدیقت میکنیم. گفت ما شما را از این کده به یک عذاب، به یک لشکر قویتر خطرناکتر میترسانم که او عذاب الهی پس از مرگ است. پس از مرگ است. اوه ابو لهب گفت که الهذا جمعتنا، از همین خاطر ما را جمع کردی؟ ما خود را به این تصدیق نمی کنیم. تبا لک، دستای تو در خاک، علیه بالله. سوره نازل میشه تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. پس سبب نزول تبت یدا امو حادثه هست که در کوه صفا رخ داد که مشرکین خاصتا ابو لهب به پیغمبر علیه السلام امی قسم به ادبی کرد و در موردش الله عزوجل سوره تبت چی کرد؟ نازل کرد. فهمیدین؟ دو، طرح سوال. از پیامبر علیه السلام پرسیده می شد یک مسئله، یا دفعتاً و یا هم در پای از او گفتیم، به مقتضای از او برابر آیت نازل می شد. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. از تو پرسان میکنن پیغمبر علیه السلام در مورد عادت ماهوار زنها حیض. قل هو اذن، بگو یک پلیتی هست. فاعتزلوا النساء في المحیض، شما دوری بکنین از زنها دمی وقت در حالت حیض. ولا تقربوهن، با اونا مجامعت و همبستری نکنین حتی یطهرن، تا که پاک شوند. تا که پاک شوند. پس زمانی که پیغمبر پرسان میشه موافق به او میاد. مثل سوال بعضی از یهود در مورد روح، یا رسول الله در مورد روح تو چی میگی؟ پیغمبر علیه السلام آیت برش نازل میشه که و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. و این امی مسئله روح امی قدر مختصر که در قرآن هست، این همه قدر مختصر در تورات و انجیل دیگه کتب آسمانی هم در مورد روح این همه قدر مختصر آمده، بیشتر نه. و علما میگه میشه که ادعا کنیم که آیاتی که با سوال شروع میشه بر اثر سوال نازل شده. یسألونک عن الاهله، یسألونک عن الخمر والمیسر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال، يسألونك تا آخر. همه جایی که یسألونک سوال آمده حتما قبل از او یک سوال طرح شده، باز موافق به او سوال آیه کریمه یا آیات نازل شده. پس صیغه های سبب و نزول چه قسم بشناسیم؟ صیغه های سبب و نزول کدام ها هستند و چه قسم ما اونا را شناخته میتونیم؟ یک، لفظ صریح آمده باشه. لفظ صریح آمده باشه. این لفظ صریح دو تعبیر داره. الف ب. لفظ صریح باشه، آشکار باشه که دلالت نمیگیم، صراحت داشته باشه به سبب نزول. صراحت داشته باشه به سبب نزول. امی پس دو تعبیر داره. تعبیر اول یا شناخت اول، الف، صحابی میگه که سبب نزول هذه الآیه کذا.
سبب نزول هذه الآیه کذا، سبب نزول این آیت اینی چیز هست. به حادثه را نقل میکنه صحابی، میگه این حادثه رخ داد. در اخیر حادثه میگه که فنزلت هذه الآیه، پس این آیت نازل شد. اول حادثه را نقل میکنه به ما، قضیه را معرفی میکنه به ما، بعد از او باز میگه فنزلت هذه الآیه، پس از این واقعه، از این حادثه این آیت نازل شد. دو تعبیر از این که صریح است. دو صیغه هایی که احتمال داره سبب نزول را بیان کنه. اول خود لفظ صریح بود، دومش لفظ غیر صریح هست، احتمالی. صیغه هایی که احتمال داره سبب نزول بیان کنه، یا قصد راوی امیست که میخواه به ما سبب نزول را دو بیان بکنه. مثلا میگه که این آیات در مورد فلان واقعه است، هذه الآیه فی واقعه کذا، این آیه در مورد اینی واقعه هست. این هم با دو گونه فهمیده میشه، با دو تعبیر شناخته میشه. الف یا ای که پیش خود گفتم که حادثه را نقل میکنه در صریح، در این میگه که نزلت هذه الآیه فی کذا، نزلت هذه الآیه فی کذا، ای آیت در این مورد نازل شده. یه هم احتمالی است. و یا هم میگه که ما احسب هذه الآیه، ما احسب هذه الآیه الا نزلت فی کذا، ما احسب هذه الآیه الا نزلت فی کذا، ما گمان نمیبرم این آیت را مگر ای که در این مورد نازل شده، مگر ای که در این مورد نازل شده. پس سبب نزول به می دو طریقه شناخته میشه، یا لفظ صریح یا غیر صریح. صریح هم دو تعبیر داشت و غیر صریح احتمالی هم دو تعبیر داشت. آیا میشه که یک آیت چندین سبب نزول داشته باشه؟ تعدد روایات در سبب نزول امکان داره و یا هم نه؟ بله. جواب بله. ممکن است که برای یک آیه از آیات قرآن روایت های مختلف باشه، در سبب نزول وارد شده باشه، که در این صورت یعنی امکان داره که در مورد یک آیت و یا هم چندین آیت سوره، در مورد یک سوره چندین روایات مختلف در سبب نزولش آمده باشه، چندین روایات مختلف یا نظرات مختلف در اسباب نزول یا سبب نزولش آمده باشه. پس در اینجا ما چی میکنیم؟ کدامش قبول بکنیم؟ یک آیت چندین سبب داره، کدامش ترجیح میتیم، کدامش قبول میکنیم؟ علما 5 طریقه میگن، علما 5 طریقه را بر ما بیان میکنن. روایت های مختلف را از نظر صحت و سقم که صحیح است و یا هم صحیح نیست بررسی قرار میدیم. روایت های صحیح هست، کدام صحیح نیست. اول کار که میکنیم روایات صحیح را از غیر صحیح جدا میکنیم. پس کدام قبول میکنیم؟ صحیح را. کار اول ما در تعدد اسباب نزول امیست که روایت های غیر صحیح را از میان میکشیم.
از میان میکشیم. دو، در صورتی که روایت های متعدده همش به صحت برسند، یعنی یک تعداد خود کشیدیم و یا هم میبینیم که هیچ ضعیف درش نداره، کلش صحیح است، باز توجه خود را به صیغه هایش معطوف میکنیم. بعد از اینکه صحیح و غیر صحیح را جدا کردیم، در بین صحیح با صیغه هایش میبینیم که کدامش صریح است و کدامش غیر صریح. پس دمی اسباب نزول که چندین سبب هست آمده، امور روایت هایی که صحیح هم هست از این تو حالت خالی نیست. بعضش میشه صریح باشه و بعضش میشه غیر صریح باشه. ما صریح را میگیریم، غیر صریح را ترک میکنیم. صریح را میگیریم، غیر صریح را ترک میکنیم. اگر در این صورت هم معلوم نشد باز چی کنیم؟ سه، در صورتی که صیغه ها همش صریح هستند، همش صریح باشند، باز در بین صریح اونمو روایات را قبول میکنیم که صحیح تر است. صحیح خوب بود، از صحیح صریح را قبول کردیم. در بین صریح هم سند هر کدام میبینیم امو که اصح تر بود، قوی تر بود. مثلا یکیش بر روایت صحیح لذاته آمده، درست؟ دیگهش بر روایت حسن آمده، کدامش ترجیح داره؟ صحیح لذاته ترجیح داره. یکیش صحیح لذاته است، یکیش صحیح لغیره است، یکیش حدیث صحیح لذاته است که آمده، یکیش اتفاقی در بین بخاری و مسلم است که آمده، دیگهش ترمذی روایت کرده، ابو داود روایت کرده. تبعیض که سند اونا به سند روایت متفق علیه خود نمیرسه، پس کدام ترجیح میتیم؟ متفق علیه را ترجیح میتیم. در بین بخاری و مسلم هر دو آمده، کدام ترجیح میتیم؟ بخاری را ترجیح میتیم، درست؟ پس اصحتر صحیحتر به این معنا. اگر این هم امکان نداشت، چهارم، اگر ترجیح برایش ممکن نبود، در صورت امکان هر دو را به عنوان سبب نزول مستقل بپذیرند. هر دویش هم که سبب نزول مستقل هست، جدا جدا هست. خوی در صورتی است که دو واقع متشابه با هم رخ داده باشند. دو واقعه شده متشابه، آیت نازل شده و هم میگیم که هم به او سبب است و هم به این سبب، هم به او سبب نازل شده و هم به این سبب نازل شده. یکی از صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین یکی از یارا روایت کنه و دیگرش روایت بکنه. یک صحابی هر دو روایت نکنه، یکی را ابوبکر روایت کرده، دیگر حضرت علی رضی الله عنه و یا هم حضرت عمر رضی الله عنه. پس میگیم که یکیش به سبب روایت حضرت علی، دیگرش به روایت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان و یا هم امثالهم رضی الله عنهم اجمعین. 5، در صورتی که جمع بین هر دو ممکنم نباشه، مثلا وقوع آنها از نظر تاریخی فاصله داشته باشه، یکیش مکی هست دیگهش مدنی هست، یکیش اول هجرت است دیگهش آخر هجرت است، در این حالات باز حمله بر تعدد نزول کنه. بر تعدد نزولی مانا که بگوی اینمی سوره یا اینمی آیت 2 مرتبه نازل شده، 2 مرتبه نازل شده، یک بار در مکه به این سبب، دیگه بار در مدینه به این سبب، یک بار در اول هجرت به این سبب، دیگه در مرتبه دیگه در آخر هجرت در این سال، در سال 7م 8م 6م 5م 4م 2م 10م، بالاخره بگوید که این تعدد نزول آیات هست. مثلا ما میخوانیم انشاءالله برخی سوره ها را که علما در اون مورد گفتن که مثلا سوره های اختلافی را که 12 خواندیم میشه برخیش 2 بار نازل شده باشه، 2 نزول داشته باشه. سوره فاتحه را از همون جمله میگن، برخی سوره فلق و ناس هم از همون جمله میگن و همین قسم دیگه. الحمدلله. فواید سبب نزول چیست؟
بدون شک فهم سبب نزول فواید بسیار مهمی داره که از جمله از او میشه که یکی دو سه‌شا بیان کنیم. یک، بیان حکمت حکمی که آیه کریمه آن را شامل میگردد. حکمت دی حکم چیست؟ حکمت دی حکم اینی سبب است که در بخاطر اینی سبب این آیت نازل شده. دوم، تصحیح فهم نادرستی که ممکن است به سبب عدم اطلاع از سبب نزول برای شخص حاصل شود. یک فهم نادرست در مورد سبب نزول ای گرفته و بالاخره اینمی بیان سبب نزول یا معرفت سبب نزول اینمی نظر غلط از این صحیح میکنه، تصحیح میکنه. کاکا جناب این نظر که تو داری درست نیست، سبب اصلی نزول آیت ای هست، سبب صحیح نزول از این آیت ای هست. مثل قرآن کریم میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. آیه 158 سوره بقره. این آیه دلالت میکند اگر کسی در حج بین صفا و مروه سعی نکنه اشکال نداره. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها در جواب فرمود خیر اوتر نیست که تو میگه که اشکال نداره، زیرا اگر قصد آیه چنین می بود الله لا یزال باز می فرمود فلا جناح علیه الا یطوف بهما، الا یطوف بهما، پس نیز گناه بالای از یک طواف نکنه در بین صفا و مروه. اینطور می گفت. و این آیه در مورد انصار نازل شده که در جاهلیت دو بتی بود در بین صفا و مروه، یکیش در صفا و دیگهش هم در مروه که مشرکین در بین اونا طواف میکردن و این آیه که در مورد انصار نازل شد که دو بتی بود، یکی در صفا و دیگهش هم در مروه و آنان پس از اسلام بیم از این را داشتن که اشتباه در بین از اینا و در بین مشرکین که جا طواف بکنن گویا طواف و نمو مسئله طواف بین دو بت نبیایه. پس این جامعت که نه فلا جناح علیه ان یطوف بهما، گناه نیست که طواف بکنن، باید طواف بکنن. سومش سبب نزول ثابت میکنه موردی که به خاطر این آیه کریمه نازل شده است حتما مقصد حکم آیت امی هست. سوم سبب نزول ثابت میکنه موردی که به خاطر آن آیه کریمه نازل شده است حتما مقصد حکم آجو اینمی مورد هست، اینمی موردی که به می سبب این آیت نازل شده. و بالاخره چهارم فایده استفاده از امو آشنایی معرفت سبب نزول در تعلیم و تربیه، در تربیه و تعلیم. پیشم در مسئله مکی و مدنی این فایده را گفته بودیم الحمدلله. در مورد اسباب نزول علما میگه که آیا عبرت به عموم اللفظ هست و یا هم به خصوص سبب؟ آستاستای همش زینه هست که پیش رفته میریم. مثلا آیات را ما در قرآن میابیم، آیات را در قرآن میابیم که ظاهرا دیده میشه که به یک سبب خاص، به مورد خاص یا در مورد اشخاص خاص نازل شده باشه. آیا این آیت مربوط به اینمی سبب هست، مربوط به اینمی واقعه هست، به اینمی حادثه هست و یا هم تا قیامت همه را شامل میشه؟ پس اینجا علما از این جواب میتن که سوال تو بود آیا اعتبار به عموم لفظ هست و یا هم به خصوص سبب؟ جواب
اعتبار به عموم لفظ هست نه به خصوص سبب. اعتبار عبرت به عموم لفظ هست نه به خصوص سبب. یکی دو مثالش بیان میکنیم از یادش دیر میشه. قرآن کریم در مورد آیه پیش که خواندیم حالت حیض میگه و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. این حلقه که اگر ما سل میکنیم هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کردند و یارای گرامیش با یهود روبرو میشد، آنان را می دیدن که همراه زنای حایضه حتی نانم نمیخورن، نشست و برخاست هم نمیکنن. اصحاب کرام از پیغمبر علیه السلام پرسیدن که یا رسول الله یهود خوینی تو کارا دارن، عادت یهود بیان کردن و سوال کردن که در این مورد شریعت ما چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ آیت نازل شد که و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. پس مرادی که نه، ای تنها فقط به پرسش صحابه در مورد عملکرد یهود با خانمایشان نیست، بلکه تا قیامت شما امرای خانم‌هایی که عادت ماهوار دارن، نان خوردن، گپ زدن، ششتن، خیستن، خوابیدن هیچ مشکلی نداره، فقط همبستری مشکل داره. فقط همبستری مشکل داره. مثال حالت دوم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوره لیل تا آخرش. همه مفسرین اتفاق دارن که این آیات کریمه در مورد حضرت در وصف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شده. هنگامی که جمع از بزرگان آمدن و بالاخره دیدن که بردگاهشان یا غلامایشان را که به سبب ایمانشان آیت و اذیت می شدن، ابوبکر صدیق اونا را خرید و بالاخره به مال خود خرید، اونا را آزاد کرد. اونا را امو غلاما را آزاد کرد. این آیت در مورد کی هست؟ ابوبکر صدیق هست. اما اعتبار به عموم لفظ هست. هر کسی در آخرت که انفاق فی سبیل الله میکنه در این آیات چی هست؟ شامل هست. امی قسم مثال حیات چهارم کلمه الاتقا در اینجا مفرد است و صیغه فعل تفضیل هست، با آنکه دلالت به خصوصیت میکنه. همه نحوی‌ها اتفاق دارند که الف و لام موصولی بر آن وارد نمی شود و در نتیجه معنای خاص را میرسانه. معنی الاتقا معنی خاص خدا که ابوبکر صدیق بود میرسانه. مثال حالت چهارم نزول آیه زهار. نزول آیه زهار قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. این در مورد خوله رضی الله تعالی عنها نازل شد که آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از شوهرش شکوه کرد و گفت که وقتی که جوانی ما تیر شد، ما پیر شدم، این قدر اولاد آوردم، آل شوهرم امرای ما زهار میکنه و مرا میگه که تو به من مثل مادرم هستی، برو دیگه خلاص. ما چی بکنم؟ پیغمبر علیه السلام گفت تا وقتی که حکم از طرف الله نازل نشده ما هیچ چیزی گفته نمیتونم. همون بود که آیه کریمه در مورد زهار نازل شد که الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. بالاخره احکام زهار نازل شد. پس این خاص به خوله نیست رضی الله عنها، بلکه تا قیامت حکم زهار به هر کسی هست. این بود تعدد اسباب نزول. یا همین قسم آیات حجاب ما بسیار داریم. آیات حجاب او جا میگه که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. داول از او میگه که از او پیشتر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. خطاب به ازواج مطهرات هست
به ازواج مطهرات هست، اما نمیشه ایره که ما خاص به ازواج مطهرات بدانیم. قرطبی میگه که حکمش عام هست، آیات حجاب تا قیامت همه خانم‌ها را شامل میشه. بین آیات و بین سوره ها مناسبت هست و یا هم نه. عنوان دیگه ما هست مناسبت بین آیات و سوره ها. مناسبت بین آیات و سوره ها. همه ما میفهمیم که قرآن کریم در مدت 23 سال نازل شد که گفتیم 13 سال در مکه و 10 سالش در مدینه. دو عهد داره، مکی و مدنی. از این جهت در بین آیات قرآن کریم تناسب بسیار دقیقی هست. حتی علما بین هر آیه تناسب آوردن. بین از این آیت و آیت چی مناسبت است؟ نه تنها که بین سوره ها را خود ما میگیم. از روش تفسیر ما همی است که سوره ها را وقتی که معرفی میکنیم در اول مناسبتش همراه ما قبلش، ربطش همراه ما قبلش، 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا که خوبتر معلوم شود در خلاصه سوره میگیم. حتی آیات هم مناسبت داره و علما میگه که حتی جملات و کلمات قرآن کریم با هم مناسبت داره، چون از اعجاز چی هست؟ اعجاز قرآن هست که کلام الله هست. پس کلام الله عز و جل هر کلمهش با کلمه دیگر ربط داره، بیهوده نیست. پس از همین جهت آیات قرآن کریم مناسبت بین هم داره. خوب یک سوال طرح میشه که قرآن کریم به این شکل که ما میبینیم، مثلا سوره فاتحه را میبینیم که در اول قرار داره ولی در سبب نزول 5م هست، ولی ببخشین در ترتیب نزول 5م هست، در ترتیب مصحفی اول هست. سوره بقره در مدینه نازل شده ولی در ترتیب مصحفی 2م هست. سوره علق که اول نازل شده این در 100 چندم هست. سوره مدثر در کجا هست؟ سوره ناس و سوره فلق در کجا هست؟ سوره نصر که آخرین سوره هست که یک بارگی در مدینه نازل شده، اونو در تقریبا 110 میه در اونجا هست. پس میگیم که قرآن کریم 2 نوع ترتیب داره. یکی ترتیب نزولی هست، یکی ترتیب مصحفی هست. ترتیب نزولیش هم ما انشاءالله هر سوره را که بیان میکردیم ترتیب نزولیش هم میبینیم و ترتیب مصحفیش هم میگیم که ترتیب مصحفیش هست و ترتیب نزولیش هست. بعد از این سوره و قبل از این سوره نازل شده. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتبین وحی داشت، منشیای وحی داشت. زمانی که هر آیه ولو که نیم آیه می بود نازل می شد، با کاتبین وحی دستور می داد که این آیه مربوط فلان صورت هست، قبل از فلان آیت و یا هم بعد از فلان آیت باید نوشته شود. پس اینمی ترتیب مصحفی که ما می بینیم یا ترتیب آیات که ما می بینیم اینمی هم توقیفی هست از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم. با کاتبین وحی امی قسم دستور داده شده که این آیت مربوط فلان سوره هست. یعنی به این معنا که میشه در یک وقت چندین سوره نازل میشد. خب گاهی میشد که یک آیت از یک سوره می بود، یک آیت از سوره دیگه می بود، یک آیت از سوره دیگه می بود که نازل شده بود. پیغمبر علیه السلام صحابه را میگفت که این آیت مربوط فلان سوره هست، این آیت مربوط فلان سوره هست و در فلان سوره هم گویا قبل از این آیت یا هم بعد از این آیت چی شود؟ نوشته شود. از همون جهت است که قرآن کریم در اون زمان در یک مصحف کامل، یک کتاب کامل جداگانه نوشته نشد که هر لحظه امکان آیت آمده بود و هر آیت تو نیست که هر چی آمد پشت تا پشت نوشته کرده برو. پیغمبر علیه السلام میگفت که آیت مربوط فلان سوره هست و یا هم مربوط فلان سوره هست، هر کدام را نشان میداد. صحابه را میگفت که این مربوط به کدام سوره، مربوط به کدام هست. مثلا سوره بقره نزولش 10 سال را دوام گرفته.
از آغاز ابتدای هجرت پیغمبر علیه السلام سوره بقره نزول شروع میشه و بالاخره آخرین آیت هم گفتیم در کجا بود؟ در سوره بقره بود. در این جریان نزول سوره بقره سوره آل عمران نازل شده، سوره نساء نازل شده، سوره مائده نازل شده، سوره انفال نازل شده، سوره توبه نازل شده، سوره نصر نازل شده. 20 سوره که در مدینه هست همش نازل میشد. سوره بقره هم نازل میشد، کلانترین سوره. خود زمانی که آیاتی که مربوط سوره بقره می بود، پیغمبر علیه السلام میگفت که این سوره مربوط چی هست. یا سوره علق 5 آیاتش اول نازل شد، دیگه ماند. بعد از 5 آیاتش سوره مدثر نازل شد، سوره مزمل نازل شد. از او پیشتر سوره نون مثلا نازل شد، سوره دیگه نازل شد، سوره دیگه نازل شد. خب پس آن آیات بعدی سوره علق هم نازل شد، چون هر سوره دیوان مشخص یا به اصطلاح ما و شما دفتر و دوسیه مشخص داشت که صحابه میفهمید که این سوره به نام فلان هست. هرچند که تو دفترهای مثل آل واره نبود، خب کاغذ امو به حساب صندوق یا به حساب خلطه یا هر چیزی که نوشته میکردن یا غلافی که میورداشتن، آیات ها را نوشته کرده شماره آیت زدگی و دمو جمع میماندن که جمع قرآن کریم پسان میخوانیم به می شکل بود.